السلام علی رسول الله. برادران عزیز و گرامی، از فرصت‌های بسیار مناسب استفاده برده خواستم بعضی دلالت‌هایی که علمای دین جمع نمودن و در کتاب‌ها درج کردن تا ما از اونها خوانیم و استفاده بریم و تا اینکه بعد این دنیا را پدرود گفتن با آن چیزی که خواندیم و با آن چیزی که شنیدیم عمل کردن و آخرت مانه و خانه قبر مانه آباد کنیم و همچنان عزت و قدری را که در این دنیا ما و شما دارا بودیم، این عزت و این قدر را در عوض این پایبند شدن سخن این دانشمندها، برادران عزیز، ما در دنیایی که در پیش داریم، آخرتی که در پیش داریم پیدا کنیم. حقیقتا برادران عزیز و گرامی، حضرت مولانا می گفت جانور فربه شود لیک از علف، آدمی فربه ز عز است و شرف. جانور فربه شود، آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق نوش. یعنی بعد گوش کردن ها، بعد شنیدن ها، برادران عزیز، مراد از فربگی این معرفت ما بلند شدن و زیاد شدن میفهموند. از این لحاظ منم از این لحظه ها استفاده برده و خواستم که از این سخن دانشمندها به سمع شما رسانم و شما گوش اندازین و موافق آنچه را که میشنوین از خداوند توفیق عمل کردنش هم طلب کنیم. آمده است که این القبر ینادی کل یوم 5 مرات. همین قبری که ما و شما برادران عزیز خانه آخرت میگیم یا آخران مکان ما و شما خانه قبر هست، اگر نصیب ما کرده باشد، هر روز میگد از همین قبر 5 ندای 5 صدای بلند میشید است. این چی صدای، این چی آوازی هست؟ یک قبر میگفته است یقول انا بیت الوحده فحمل مونسا و هو قراءة القرآن. یکم میگفته است ای مردم، ای کسانی که امروز عمر شما مقصد باقی هست، ای کسانی که امروز در بالای این زمین رفت آ دارین، شما دانید که من خانه تنهایی هستم. برای آنکه شما خودتان رو در این خانه تنها احساس نکنین و در این خانه شما غمگین نباشین و در این خانه شما مقصد ذلیل خوار نباشین، برای این اول ندای قبر این است در دنیا قرآن را زیاد بخوانید، یعنی تلاوت قرآن زیاد کنید. علال خصوص برادران عزیز، این ماهی که ما در پیش داریم، پیامبر نازنین من در این ماه یک بار قرآن تا به آخر با همراهی جبرائیل میخواندند و با یکدیگر میشنوانیدند. زنده هاست، باز این ماه هم برای ما بسیار ماهی مناسب است. دومی گفته است انا بیت التراب فحمل الی فراشا و هو عمل صالح. دومی گفته است که من خانه خاک هستم. قبر میگفته است، شما میگفته است برای آنه که اگر این زیر پاتون خاک نباشد، شما برای خودتان مقصد از بالشت ها و از کرپه ها و از آن چیزهای ملایمی که جسم شما در او راحت کند، اگر شما خواهید که خانه قبر شما با این تبدیل شود، شما عمل صالح را زیاد بیارید، پایبند عملهای صالح باشین
اونها با همین بالشت ها و کرپه ها و با این راحت ها تبدیل می شوند و شما در خانه منم که خانه خاک باشد شما اینجا هم راحت و لذت می برید. دیگر می گفته است که انا بیت ظلمه فحمل سراجا و هو الصلاة فی اللیل. می گفته است من خانه ظلمت هستم، خانه ای که در من روشنایی نیست، خانه ای که در من روشنی نیست. اگر شما خواهید که اینجا روشنی پیدا شود، اینجا اگر نور پیدا شود، شما همراه خودتان نمازهای شب بیارید. یعنی هر کسی که اگر نمازهای تهجد دارد، نمازهای شب دارد، قبر میگفته است که این روشنایی خانه من از حساب نماز شب است. چهارم برادران عزیز و گرامی میگفته است انا بیت الافاعی والعقارب فحمل التریاق و هو الصداقه و بسم الله الرحمن الرحیم و احراق الدموع. میگفته است قبر میگفته است که من خانه مارها هستم، من خانه کرمها هستم. شما اگر خواهید که همراه خودتان تریاق بیارید، یعنی همون دارویی که در مقابل اینها ایستادگی‌اند که به شما کرمها و مارها و آن ضررهایی که در این داخل است به جسم شما نرسد، شما همراه خودتان سه چیز بیارید. یکی صدقه داشته باشین، یعنی دستی سخا داشته باشین. دوم کلمه بسم الله الرحمن الرحیم را بسیار گویید و از ترس خدا آب چشم بریزین. اینها در داخل قبر شما را حفظ میکند از این مارها و از این ضررها و از این کرمهایی که در خانه من هست. پنجم برادران عزیز قبر میگفته است انا بیت سؤال منکر و نکیر فاکثر علی ظهر لا اله الا الله محمد رسول الله. بین اخیران چی میگفته است؟ میگفته است من خانه سؤال فرشته منکر و نکیر هستم. شما خواهید که اگر از این منکر و نکیر، یعنی از مشکلات، از سؤال و جواب، از عذاب اینها اگر خواهید نجات یابین، در دنیا در پشت من زیاد گوید لا اله الا الله محمد رسول الله. وقتی اینها که از شما زیاد گفته شد، شما حتما گفتن از سؤال منکر و نکیر آزاد میشوید. الله مهربان برادران عزیز همتون حفظ کند. در کجایی که باشین خدای مهربان در پناه رحمت عصمتش نگهبانتان باشد و همیشه بی درد و بی غم باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.